الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر انسان روزدار روزه‌اش را به فراموشی بخورد، روزه‌اش فاسد نمی شود، چون که خداوند او را خورانده و نوشانده است. در حدیث صحیحی که آن را بخاری و مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت می کنند، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند: من نسی و هو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله و سقاه. رواه البخاری و مسلم. شخصی که در حال روزه به فراموشی چیزی را بخورد یا بنوشد، روزه اش را دوام دهد، یعنی روزه اش نمی شکند، چون که خداوند او را خورانده و نوشانده است. روایت بخاری و مسلم. و اگر انسان روزدار به فراموشی چیزی را خورد ولی نمی دانست که روزه او فاسد نمی شود، او گمان میکرد که اکنون روزه او فاسد شده است. با این گمان آغاز به خوردن و نوشیدن کرد و خیال میکرد که تا بگاه خودداری کردن او از خوردن و نوشیدن هیچ معنایی ندارد. فقها و مجتهدین امت میفرمایند که چون این شخص باید که روزه اش را قضا بدارد، یعنی روزه او فاسد می شود و بر ذمه او قضای یک روز واجب می شود. والله اعلم بالصواب. برادران و خواهران عزیز، بنده ابن سعدی هستم. چطوری که به شما معلوم است، قبلا ما نوارهای خود را به طور صوتی در کانال یوتیوب می گذاشتیم، چون که همان تجهیزات نواربرداری را نداشتیم و الان به فضل و کرم خداوند و با دستگیری بعضی دوستان و نزدیکان تجهیزات نواربرداری را دسترس نمودیم و این اولین نواری است که به فضل و کرم خداوند تقدیم شما بینندگان می نماییم و انشاءالله من بعد کوشش می نماییم که بهترین نوارهای اخلاقی و پند و اندرزهای اسلامی را تقدیم شما بینندگان نماییم. از درگاه خداوند متعال امید داریم که ما را در این کار موفق بگرداند و اولا خودم را و دیگر برادران و خواهران ما را توفیق عمل کردن به هر یک پند و اندرزی که بیان میکنیم عطا فرماید و ما را سببگار هدایت دیگران بگرداند. همچنین از خداوند متعال امید داریم و درخواست دعا میکنیم که آن برادرانی که در خریدن تجهیزات نواربرداری سهم خود را گذاشتند و ما را دستگیری کردند، خداوند در مالشان برکت عطا فرماید و این و اجر و پاداش این عملی که انجام دادند در نامه اعمالشان همچون صدقه جاریه ثبت نماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سحر برخیز و طاعت کن که طاعت به هر کار است. سعادت آن کسی دارد که پیش از صبح بیدار است. دلم گوید که برخیزم